سلام. روز دوم از سفر 5 روزمون در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران. اینجا جاییه که ایران قرار خودش رو به تمام دنیا نشون بده. هدف این نمایشگاه افزایش صادرات، معرفی برندهای جهانی و جذب بازار جهانیه. با من همراه باشید. یکی از مزیت‌های نمایشگاه اینه که برای رفاه حال مراجعین و دسترسی سریعتر به غرفه‌ها یه سری ماشین‌های برقی رو تعبیه کردن که نه سر صدا داره و نه هوا رو آلوده می‌کنه و مهمتر از همه این که رایگانه. سلام، وقتتون بخیر. سلام، متشکرم. شما از بنای نمایشگاه استفاده کردین؟ بله. نظرتون در موردشون چیه؟ خوب بودن، راحت بودن، به موقع می اومدن، هر جا می‌خواستی پیاده می‌کردن.